السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بطول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ إن شاء الله که خوب بوده باشین. الله. استاد بزرگوار، خواستیم اگر اجازه شما باشه فقط یک پیام کوتاه بر برادرای افغان خود داشتیم. دیروز بسم بر الله. من خبر رسیدن از کانال شما که یکی از دوستای خودم آمدن با شما کم ظرف گستاخی کردن و برشان نوبت هم ندادین تا اینکه با صحبت بکنن، چون سوالات را پرسیدن که نباید میپرسیدن. امروز هم او بیادر با دین روز او بیادر با ما در تماس شده. واقعا ما هم به حد چی بگیم حساب ما خراب شد که سختم برشون گفتیم، ولی خواستیم یک پیام کوتاه برای از این دوستا داشته باشیم که منهج ما برشون بفهمانیم که منهج تنها منهج ابو محمد المدنی نیست، بلکه منهج است که سالیان متمادی در افغانستان از علمای برجسته به پیش برده شده است. اگر اجازه شما باشه فقط کوتاه یک پیام برشون داشتم که بفرمایید. کل دوستا بفرمایید بفهمن که اهلا کدام وسهلا. علما. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله سبحانه و تعالی استاد بزرگوار شما را حفظ بکنه و الله سبحانه و تعالی تمام موحدین بر توحید مستحکم داشته باشه، همین من شما را. و استاد تنها به خودتون یک پیام خاص دارم. استاد بزرگوار، محکم بیستید، استاد شوید بر این توحیدی که دارین و پیش میبرین. والله العظیم، والله العظیم که این توحید را که من و شما داریم و گوش به گوش دوستا میرسونیم، والله العظیم که همین حق است. الحمدلله که دانسته و فهمیده این را پیش میبریم. قطعا ذره هم از این توحید به پایین نبین. والله لازم پایین آمدن از این بیان و پایین آمدن از این دعوت زلالت است. هیچ گاهی به حق رسیده نمیتونیم. من شما این دعوت را که امروز من و شما شروع کردیم استاد بزرگوار، این دعوت است که ما و شما به همون منهج صحابه بیان کرده رسیم. و پیامم به دوستا و به بیادران افغان خودم همین هست. ای بیادران بزرگوار، آیا ابو محمد المدنی همین دعوت را آغاز کرد؟ امروز تاخت تاز داریم بر علیشون. من اسم میبرم از او علمایی که همین موضوع توحید را شروع کرده بودن، همین ها و کسان های دیگه بودن که بر علیشون تاخت تاز میکردن و خوارج و افراطی و تکفیری میگفتن. از جمله اولین انسانی که شروع کردن همین مسیر به پیش بردن. آیا شیخ الاسلام احمد ظاهر اسلامیان رحمه الله مگر امین بیانات را که استاد دارن مطابق از این بیان؟ ما نمیگیم که این سخن استاد است، سخن ابو محمد المدنی هست یا سخن استاد احمد ظاهر اسلامیان است. نه والله، این امان سخنها و امان منهجی است که رسول الله صلی الله علیه و به صحابه میراث گذاشتن و صحابه به پیش بردن، سینه به سینه برای من شما رسوندن. این همون منهج است. آیا امین احمد ظاهر اسلامی را در افغانستان من و شما تکفیری نگفتن، خوارج نگفتن؟ آیا دولت فعلی افغانستان که دولت طاغوتی هست، وقتی که یکی از بیادران موحد من و شما را به زندان میکشونن، آیا نمیپرسن که آیا احمد ظاهر اسلامی را میشناسین یا نمیشناسین؟ اولین پرسششان آیا امین نیست؟ آیا همون احمد ظاهر اسلامیانی که سالیان متمادی در سنگر به سنگر از اینها بر از اینها توحید رسوندن، امروز افراطی و خوارج نمیگنشان؟ پس چرا منهج تبدیل کردین دوستای بزرگوارم؟ چرا امروز مین بر علی یک عالم اهل سنت تاخت و تاز میکنم؟ والله لازم که هدفم این نیست که من بیم کسی را تسکیه بکنم. الله خود خوبتر میداند کی به دین الله خدمت میکنند. ما به تسکیه کسی نآمدیم، ولی فقط میخواهم که به لیاز الله امت متفرق نسازیم دیگر. بگذارن که والله که اگر شما هر نیتی را داشته باشین، اگر هدفتون امین بوده باشه که نور الله را استاد بکنین، قسم به الله سبحانه و تعالی است که الله نورش را تکمیل میکند. این وعده الله سبحانه و تعالی است. کسانی را می آفرینن والله لازم که از همه کده شیر مردانه تر دعوت به پیش ببرن. اگر شما بر این باشین که این دعوت را توقف بدین، نمیتونین. ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه و چی کرد؟ آیا تانست؟ نتونستن. هیچگاه هیچگاه کسی نمیتونن که این دعوت توحید دمش را بگیرد. والله اگر کسی کوشش بکنه که این دعوت دمش را بگیرد، خودشون ذوب میشوند، از بین میروند. در قدم دوم استادانی که از افغانستان بودن ولی توحید را شروع کردن، ولی امین استادان را تکفیری مگر نگفتن. شیخ ابو یزید عبدالقاهر خراسانی حفظه الله، استاد بزرگوار خودم، آیا امین شیخ بزرگوار وقتی که دعوت توحید شروع کرد آیا تکفیری نگفتنش؟ کتابی را که در باب خود شروط کلمه نوشته کرد که در زبان پشتو هم دریافت می شود، آیا امین کتابش
از طرف علمای سو، کتابی را که در زبان عربی به تعلیف رسان و نشته کرد در باب عقیده، آیا نقد نشد؟ آیا امین ابو یزید عبدالقاهر خراسانی حفظه الله را مگر تکفیری و خوارجی نگفتند؟ گفتند. چرا تاخت تاز در او وقت بر علیه همین شیخ بزرگوار نمیکردین که امروز یک عالم اهل سنت از تاجیکستان سر بالا میکنن، بر بالایش تاخت تاز میکنن، ولی درجه علمی خودتان هم ببینین که چقدر هست. آیا تابی از این را دارین که در مقابلش بیستین مردانوار بین دلیل بگین؟ قطعا نه. دیروز امون عبدالقاهر ابو یزید عبدالقاهر خراسانی حفظه الله را دیروز تکفیری میگفتن، دیروز بعد رد میگفتن. ای دوستای بزرگوار خودم، همین من و شما پشت سرش استاد شدیم، ما و شما گفتیم که نه این عالم اهل سنت است. پس چرا امروز یک عالم دیگری که از سرزمین دیگر سر بالا میکنه در مقابلشان میستین؟ از الله نمیترسین؟ والله لازم این استاد شدن ما در مقابل علمای ربانی نیست، این استاد شدن ما در مقابل قرآن و سنت است. از الله بهراسین، نشه که الله سبحانه و تعالی ایمان از سرتان بگیرد، از این دنیا بیدین بروید. در قدم دوم شیخ ابو عبدالله شیخ جلال الدین رحمه الله، یکی از علما و یکی از دعوتگران بزرگ تاریخ معاصر افغانستان، مگر همین که دعوت توحید را شروع کرد خوارجی نگفتن؟ تکفیری نگفتن؟ عجله کننده، انسان های عجله کننده نگفتنش؟ گفتنش. چرا دیروز ما و شما بیشتر از این علمای ربانی استاد میشدیم، دیگرها خوارجش میگفتن، ما و شما اهل سنتش میگفتیم؟ ولی امروز یک عالمی که یک کسی را به اساس ضوابط تکفیر تکفیرش میکنن، به اساس از این موانع و تکفیر میبینه بعد تکفیرش میکنن، چرا بر علیه امین اهل سنت من و شما امروز استاد شدیم؟ دیروز آن کسانی که همین استادای ما را خوارج میگفتن، ما و شما وارا میگفتن که وای افراط میکنن، استادان ما اهل سنت است. امروز ما را چی شده که بر علیه یک عالم اهل سنت استادگی میکنیم؟ ما را چی شده است؟ آیا فراموش کردین همین استادای خودمان؟ در قدم چهارم شیخ امین الله شیخ ابو محمد امین الله پیشوری، زمانی که دعوت را آغاز کرد و موضوع تکفیر، کفر، شرک، بدعات، خرافات شروع کرد، مردم افراطی نگفتنش؟ من و شما بودیم، هی دوستای بزرگوارم، ای افغانای قندم، شما شاهد هستین که من و شما بودیم پشت همین عالم ربانی ساز شدیم، ولی دیگرها خوارجش میگفتن، ما شما اهل سنت میگفتیم. پس چی شد امروز ما را؟ چی شد امروز ما را که ما یک عالم دیگر را امروز میگیم که متکبر است، امروز میگیم که گستاخ است، امروز میگیم که حق نمیشنود، خودش بغیر از خود کسی دیگر را حق نمیداند؟ آیا من و شما مگر امون افرادی که بر علیه استادان من و شما استاد میشدن امروز امون خاصیت در وجود من و شما دیده نمیشود؟ چرا از الله نمیترسید؟ فتاوای جلد نهم شیخ امین الله پشاوری را شما ببینید که فتاوای دین الخالص است، چون نشته کردگی او فتاوا، همون فتاواش از طرف حکومت طاغوتی پاکستان مگر نقد نشد؟ آیا گفته نشد که باید پس سر نوشته شود؟ گفته شد. ولی چرا دیروز ما امین الله پشاوری را میگفتیم که اهل سنت است، در بغلش در پولیش استاد شدیم، ولی امروزه که همون شیوه را یک عالم دیگر از سرزمین دیگر بالا میکند و میگوید که توحید و شرک و کفر اینمین هست، امروز در مقابلش استاد میشیم؟ ما را چی شد؟ چرا منهج تغییر دادیم؟ چرا منهج تغییر دادیم؟ والله العظیم این چهار علما به طور نمونه براتون گفتم، هزارها علمای افغانستان در افغانستان زمینمان بودن که به توحید دعوت میدادن. دیروز ای دوستای بزرگوارم، من و شما در پالیش استاد شدیم، من و شما از پیشش تعلیم گرفتیم، اهل سنتش میگفتیم، همین دعوت را به پیش میبرد، میگفت که این مرتد است، این کافر است، این مشرک است، این طاغوت است، ما شما استاد میشدیم میگفتیم ها این قسم است. ولی امروز چی شد که منهج تغییر دادیم؟ امروز چی شد که یک عالمی که از سرزمین دیگه سر بالا میکنند و به همین منهج دعوت دار، ما شما برش گستاخ میگیم، ما شما برش خوارج میگیم، ما شما برش میگیم متکبر شده است؟ چی شد؟ چرا تغییر دادیم منهج؟ از الله نمیترسیم؟ والله روز با الله احساس شدنی هستیم، روز با الله احساس شدنی هستیم. چی خواد کردیم؟ به الله چی خواد گفتیم؟ آیا مقابله با همین علمای ربانی هلاکت نیست مگر؟ خون گوشت از این علما مسموم کننده است. ای دوستان بزرگوار خودم، اگر فراموش کردین برتان گوش درز میکنم، برتان یادآوری میکنم، والله العظیم گوشت این علما مسموم کننده هست، والله العظیم که مسمومتان میکنم، والله العظیم که نزد الله استاد شدنی هستیم. نکنیم، بگذاریم که پیش برود.
نکنیم، بگذاریم که یاد بگیریم. چرا دیروز ما اسلامی را اهل سنت میگفتیم ولی امروز یک شخصی که از سرزمین دیگه سر بالا که دوره میگیم که متکبر است، گستاخ است، ما را وقت نمیده؟ آیا یک بار با خود فکر کردین که شما هم گستاخین؟ یک بار با خود فکر کردین که شما هم متکبرین؟ امروز غرور در وجود شما جا گرفته است، تکبر در وجود شما جا گرفته است. یک عالمی که از صبح تا شب فقط توحید، فقط توحید، فقط بر ما یاد میدهد، مقابل همین عالم هم میکنیم. آیا یاد بردین در مساجدتان، در محلهتان علمای سو وقتی که جا گرفته بودن بغیر از نواقض طهارت، بغیر از نواقض نماز چیز دیگه براتون یاد نمیدادن؟ امروز که الحمدلله روز به روز دعوت به پیش میرن، ما مقابل یک عالم ربانی را بکنیم. آیا زیبنده یک انسان موحد امین هست؟ آیا زیبنده یک انسان موحد امین شده میتونه که مقابل همچو علما را بکنه؟ والله که دلم درد گرفت زمانی که دیدم دوستایی که هم مسیر خودمان بودن امروز در مقابل علمای ربانی ایستاد میشن. بیاین مردان وار قدش صحبت بکنین، بیاین مردان وار قدش بیستین، پرسانش بکنین. نه کسی جانب مقابل تکبر میکنه نه شما تکبر بکنین، نه جانب مقابل گستاخی میکنه نه شما گستاخی بکنین. بیاین اگر علم دارید، صاحب علم هستین، بپرسین، سوال السلام بکنین، علیکم و دلیل رحمت بکنین. و در غیر از او والله العظیم این منهج من و شما نبود. چرا امروز منهج تغییر داد؟ چرا بارها میین گستاخی میکنن با پس به یک دوست دیگه تون زنگ میزنه که حالا فلانی گستاخ است، این استاد متکبر شده است، طرفدار پیدا که داره گفت ما را نمیشنود؟ آیا زیبنده یک انسان است که در حق یک انسانی که صبح تا شب میتونه در حقش هم همینقدر گستاخی؟ ما نامدیم بازم میگم که کسی را تسکیه و انشالله گمان نیک داریم. و دوستای بزرگوارم، بیاین منهجتان پس از سر محکم بگیرید، تجدید نظر بکنید، یک بار دیگر مطالعه بکنید. این خراسان زمینتان یک بار دیگر مطالعه کنید. آیا امین شخص ابو محمد المدنی تنها آمد امین موضوع را بیان کرد یا استادان دیگر ما هم بودند؟ چرا ما و شما وار خوارج، ما و شما وار نگفتیم که متکبر و ماشیم که فلان و فلان هست که امروز بر علی امین عالم استادگی میکنیم؟ جالب است دیروز یک دوست برم زنگ میزند و من حتی به درس تفسیر خود نمیماند، برم زنگ میزنه وقت مرا هم میگیرن باز میگه که فلانی استاد متکبر شده. آیا کسی بیکار است که کل صوتای از را بشنوید؟ آیا این قیام حجت میشه مگر؟ الله اکبر، الله اکبر. و به این اندازه گستاخی. آیا زیبنده یک انسان موحد است؟ چطور یک انسان موحد در مقابل بیادر بیست مقابله بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و مثال مؤمن چی داده است؟ انگشتان خود در انگشت دیگرش فرو میبرد و میگه که مسلمان باید این باشد. الله سبحانه و تعالی مگر نمیگه انما المؤمنون اخوه؟ چی شد؟ چی شد اون شعارهایی را که من و شما در عصر اسلامیات بودیم، در عصر شیخ ابو یزید خراسانی سر میدادیم، ولی امروز اون شعارها را از یاد بردیم در مقابل یک انسان ربانی دیگر استادگی میکنیم؟ والله العظیم که زیبنده من و شما نیست، والله العظیم که زیبنده من و شما نیست. ما ادعای موحد بودن را کردیم. این مسیر طولانی است. اول با ما بوده باشن در علیکم وسط و ما را رحمت هلا الله. بکنن، ایدی در اول وسط با ما بوده باشن در آخر باید شاید ما را هلا بکنن. ولی استاد بزرگوار دیگرم پیامم باز به شما هست که از این راه پایین نبین. از این راه پایین آمدنش ضلالت است و دعوت نیست، حق پنهان کردن است. حق امروز اشکار شده و باید مستحکم سرش بی ولو کل دنیا مخالفت ما نکنه. والله العظیم ابراهیم علیه السلام الله سبحانه و تعالی امت خطاب میکنه. دوست نزدیک ما در مقابل ما استاد شود، این استادگیش در مقابل ما نیست، استادگیش در مقابل قرآن و سنت و توحید. ما جز توحید چیز دیگری را بیان نکردیم، ما جز منهج سلف چیز دیگری را بیان نکردیم، ما جز دلیل قرآن چیز دیگری نگفتیم. بسم الله. اگر کسی ادعا داره پیش بکنه دلیل خدا. قل آتوا برهانکم ان کنتم صادقین.
در غیر از این صورت باطلین او که دوست نزدیک من هم بوده باشین. الله سبحانه و تعالی رحم بکن بر سر این مؤمنین. حیران میشه انسان که چی رقم فتنه های عجیب و غریب در حس من و شما ظهور کرده میره. جالب است دیروز کسانی که میگفتن که نواقص، همون انسان ها امروز کسانی که نواقص درس میدن در مقابلش استاد میشن. چی شد دیروز خود شما میگفتن که شیخ الاسلام است، ولی امروز چی شد که گستاخش میگین؟ دیروز شما میگفتن که شیخ الاسلام است، ولی امروز متکبرش میگین. چی شد؟ چرا تغییر دادین؟ آیا ما مرا مهم. که تو انسان شخص پرست هستی؟ والله لازم که من شخص پرست نیستم، من الله پرست هستم. الله را پرستش میکنم. بر ما هیچ کسی دلیل نیست به جز قرآن و سنت به فهم صحابه. هیچ کسی دیگر دلیل نیست. اسلامیار دلیل است، نه ابو یزید خراسانی دلیل است، نه ابو محمد المدنی دلیل است و نه دیگران دلیل است. من انسان پرست نیستم، الله پرست هستم. دلیلم قرآن و سنت به منهج سلف است. این دلیل ما هست. جالب است که دوست خودم بر علیه خودم امروز تو شخص پرست شده ای. آیا شخص پرستی امیر میگه که ما قول یکی را به اساس قرآن و سنت به فهم گیریم، امین انسان پرستی شد؟ مگر این منهج از کجا شد؟ والله العظیم دوستای بزرگوار، رجوع بکنین، یک تجدید نظر بکنین، یک بار دیگر فکر بکنین چیزی که از زبانتان میبرد گوشایتان پس میشنود نمیشه. والله العظیم یک بار با خود فکر بکنین، یک خانه تنها بشینین با خود فکر بکنین شما از کی دارین دفاع میکنین؟ و شخصی که فاتح مشرک را خود خطاب میکند، و شخصی که فاتح مشرک را میگن که عالم ربانی هست، که تمام روز تاخت و تازش بر علیه علمای ربانی هست، تمام روز تاخت و تازش بر علیه مجاهدین فی سبیل هست، تمام روز تاخت و تازش بر علیه آن کسانی هستند که به خاطر دین الله خون خدا عرضه کردند. اونمون فاتح را موحد میگن، استاد میگن، بیادر میگن. آیا در پاری از او استاد میشن، از او دفاع میکنن؟ بعد ما را میگن که شما گستاخ هستین، باز ما را میگن که شما متکبر هستین، باز ما را میگن که حوصله کنین، ما که تانه بسته نکنیم. عجیب، عجیب است. دیروز کسانی که در مقابل ما و در مقابل استادانی که نام بردم ایستادگی میکرد، وارا ما متکبر میگفتیم، وارا ما گستاخ میگفتیم. امروز خودمان خاصیت از اونها را، البته مخاطبم اونم کسانی هستن که ما را گستاخ امروز میگن، خودشون خاص انسان ها را گرفتن. الله اکبر. الله رحم بکنه، الله رحم بکنه. والله لازم این را بشنوید. از منهج خود ذره هم انشالله عقب نمیریم. از منهج خود با ذره هم انشالله عقب نمیرم، ولو که کل دنیا مخالفت ما را بکند، کل دنیا یک طرف شود. والله العظیم، والله العظیم الله بر این حق استوار میمانیم تا زمان کفر بواه کسی را نبینیم بر علیه نمیشیم. شرک کفر کسی را نبینیم تکفیرش نمیکنیم. هرگاه کفر و شرک شدید تکفیر، هرگاه تکبر و غرور و خودپسندی شدید باز میگیم خودپسند است و متکبر است و مغرور. در غیر از اون نداریم بود سخن. کرده و بدون شمشیر متوجه باشین، بدون گرفتن شمشیر، دست به شمشیر اقامه نظام اسلامی ناممکن است. اگر کسی به این است که هم اقامه نظام اسلامی صورت بگیره اما دست به شمشیر نبره، متوجه باشه که در وهم است. این در سبحان الله. این بعضی انسان ها خیلی عجیب معامله ها میکنن. مقصدشون چی است والله اعلم. الله المستعان، الله المستعان. بفرمایید ابو سعید. استاد محترم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. فقط پیام کوتاه خدا برای رحمت حیاک افغان، الله. پیام کوتاه برای افغانهای خودم بودن. واقعا دلسوزانه میگم که بیاین یک بار دیگر منهج مطالعه کنیم. این دعوت را تنها یک شخص امروز که برآمدت پیش نبرده است. این کفر شرک گفته، کفر شرک گفته، توحید گفته یک شخص نبود. علمای ما هم بودن. چطور در پالی علمای خود استاد شدیم ولی امروز در علیه یک بیادر موحد دیگر خود صف راهی میکنیم؟ عجیب است. جزاکم الله خیرا استاد بزرگوار.
تعالی شما را حفظ کنه. باز هم میگم کسی را تزکیه نمیکنم، ولی انشالله بر بالای خود استاد گمان نیک دارم، ولی بر بالای بیادران موحد خودمان. چون رسول الله صلی الله علیه و کسی که در دم کسی را صفت میکنه خاک به دهنشان پرتاب بکنه. ما تزکیه کسی را نمیکنیم، ولی انشالله گمان نیک داریم. همون منهجی را که برای ما استادان من معرفی کردن الحمدلله داریم از زبان شما هم میشنویم. الله شما را حفظ کنه استاد، و قطعا از این منهج و پایین نبید. همین منهج سلف صالح از این امت سینه به سینه برای من شما رسان. استاد شما را الله حرفمان بکنه نصیحت نمیکنم، فقط یک مشوره من باب مشوره سخنم به شما هست. قطعا عقب نمیریم و ذره هم پایین هم نمیشیم. کسی که حرف بزرگوار من بلال رضی الله عنه را میگه کم ذره پایین بیا، میگه پایین آمدن دیگر حق نیست. باز از این سخنم اگر پایین بیم باز دیگر حق وجود ندارد. ما هم یک کسی معامله نمیکنیم انشاءالله، یک ذره هم انشاءالله با کسی معامله نمیکنیم و پایین نمیم از این منهج خود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. استاذ بسرور. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. سخنهای شما را من به دقت گوش کردم. حالا در همین موضوع کمی صحبت میکنم. از همه کسانی که در این گروه هستن خواهش میکنم هر یکی شما میکروفون های خود را مایک خود نظر کنید، محکم کنید. مسلمان پیش از همه به آدابش، به اخلاقش، به ادبش، به ترتیبش در بین مسلمان ها باید خودش نشان بده. در بین صحبت برآمده گپ زدن، غل و غله کردن درست نیست. مایک همه شما از نزد ما باز است، لیکن خود شما یک ترتیب نظام اینوبت بگیرید. اما صحبت من به ابو سعید ابو محمد سید الافغانی همین است که اون نامی کسی که دیروز اومد صحبت کرد نمیدونم، چیزی گفت نگفت، ما به گفته اونها پروا نداریم و هر کاری که میکنیم در اساس منهج میکنیم. منهج ما این منهجی نیست که همیشه سرخم کنی باشد. منهج ما این منهج رضا کردن انسان نیست. منهج ما این منهج درویگی و منافقی نیست. منهج ما اینچنین منهج بی ادبی و بی اخمقی نیست. اینچنین منهج ما به انسان‌های جاهلی که گپ یک بار دو بار سه بار نمیفهمد و احمقی میکند به اونها ادامه دادن صحبت نیست. فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمد اینجا در مسئله اما دوستی که شما میگید این چگونه دوست بوده است، چگونه از این همه علمای گفته شما با خبر بوده است، چگونه در جانب توحید بوده است که می آید یک مشرک زندیق را دفاع میکند و ما را طعنه میزند. سوال میکند، جواب میگیم، به ما طعنه میزند. چیکار بکنیم؟ ما که او را ما باز بکنیم هر چیزی خواهد در گروه خودی ما، هر چیزی خواهد در بین 200 و 300 نفر به سر ما بگوید ما تماشا بکنیم؟ مگر همین است؟ کی گفته است که این آداب است؟ این احمقی است. من میخوام با آداب باشم، در بین مردم مشهور باشم، بگوید هر چیزی که به سرم بگوید خاموش باشم. الجزاء من جنس العمل. جزا از جنس عملش است. هر کس هر چیزی میخواد بگوید. ما در اساس منهج کار میکنیم. خواهد متکبر بگوید، خواهد ناراضی شود، والله رضاگی هیچ کسی رو ما طلب نکردیم، نمیکنیم. هیچ کسی رو بیا به نزد من که مشهور شوم نگفتیم، نمیگوییم. به ما کسی هم لازم نیست. منهج گفته روان هستیم، کسی خواهد گوش میکنه نخواهد نه. اما ما به خاطر مشهور شدن هرگز منافقی هم نمیکنیم که کسی بیاد از مشرک و از منهج شرکی او دفاع بکند و ما را طعنه بزند ما خاموش باشیم. نه والله این چنین نمیشه. میگه که چرا شما محمد وارث منیب رو شروع کردید؟ گپ میزنید در همه جا. میگه چرا؟ برای اینکه حجت دارم، دلیل دارم. و سوالهای را میدهد که ده ها مراتب جواب گفته. ویدیو کردیم به صوت خودی محمد وارث منیب مشرک گذاشتیم. تا به حال افسوس که کسانی که از برادران افغان ما یک چند نفری که میشناختیم دعوای توحید میکنند، ولی کمی وقت است که باید دعوای توحید کنند. ولی نقطه اساسی توحید نفهمیدن که این نفری که به خاطرش می آیند و به ما تلاش و ترتیش و کشامکشی و فتنه میکنند چی کفر دارد؟ کفری آشکار او را که نفهمیدن خودشون در توحید جاهل هستند. فریب که خوردن در باب کفر شرک در توحید جاهل هستند.
بروید توحید آموزید. اگر همین کبر بگید 100 مرتبه دیگر مرا متکبر بگید. شما جهال هستید. محمد وارث منیب در مسئله عذر بالجهل فریبتون داد. در مسئله عذری اهل سنت خوارج گفت، دهان رو باز نکردید. باز همون را می آید به نزد من میگد که استاد محمد وارث منیب رو چرا صحبت میکنه؟ باز دعوای موحدی میکنه. وای بر حال همون موحدی که خوارج اهل سنت رو خوارج گفته رو استاد بگوید. وای بر حال همون موحدی که جهمی او را فریب بدهد، بازی داراند، نفهمد، به شبهات جهمی برود. وای بر حال این خیلی طالب علم و عالم، من نمیدونم دعوتگر و منمنی کننده، متکبر اینها هستند. متکبر این جوانهای هستند که علم ندارند، مشرکین دفاع میکنند و اهل سنت، طالب علمای اهل سنتی که به دلیل گمانه گوش نمیکنند. ما متکبر هستیم یا شما که اصلا علم ندارید؟ متکبر کی است؟ یک کسی که 20 سال عمر خودش به آموختن صرف کرد و همون کسی که تکفیرش کرد در اساس سخن خودش تکفیرش کرد، در اساس اینکه جهل در قبوری های منتسب به اسلام عذر است میگه. جهل به کفار اصلی عذر نیست میگه. جهل به کفار و مشرکینی که مسلمان بودند و به شرک واخوردن قبوری هایی که منتسب به اسلام عذر است. عذری کافر است در مسئله کفار اصلی میگه. عذری در مسئله کفار منتسب این میگه. کسی که عذری کافر بگه در اینجا ضال و مضل و خوارج گمراه هست میگه، زیرا که منتسب به اسلام رو عذر داده می شود. وارث منی میگه عیسی علیه السلام شاگردانشان حوارین رو عذر دادند، پیامبر عذر دادند. حکم چی است؟ قومگرا نشوید، مرد شوید، موحد باشید. چی است حکم کسی که پیامبران رو عذری میگه؟ چی است حکم کسی که منهج اهل سنت رو خوارجی میگه؟ چی هست حکم کسی که قبوری رو جهلش عذر است میگه؟ چگونه شما عقیده آموختید؟ چگونه موحدی هستید که دعوای این خیلی توحیدی میکنید؟ و ما وقتی که شدیداً جواب میگیم به این چنین منافقین، شدیداً معامله میکنیم، سخت میگیریم، غضبشون میاد. غضب میکنی، قهر میکنی، چیز بگویی بگو. ما احتیاج رضا شدن تو رو نداریم، احتیاج رضا کردن تو رو هم نداریم، خواهش مشهور شدن و شهرت یافتن و مردم جمع کردن هم نداریم. توف بر بالای این منافقینی که دفاع شب روز از مشرکین میکنن. اینا ناکسانند، منافقینند. هزارهای اینها رو ما به شدیدترین لفظ ها معامله میکنیم. دین ما همین است. الله گفت جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. آیا منافق نیست کسی که از یک امام مشرکین دفاع میکنه، طالب علم اهل سنت رو میزنه؟ باز به گفت ابو محمد سعید افغانی 4 5 10 علمای موحد این میشناخته است و دفاع میکرده بود است. امروز 10 علمای موحد شناخته است لیکن توحید نشناخته است. این دوست شما 10 علما را شناخته است لیکن توحید نفهمیده است. تو بهار ما داریم این چنین برادرای زیاده، همه عالمای موحدین میشناسند، توحید نشناخت. اگر توحید میشناخت این بیچاره هرگز، توحید اگر میشناخت هرگز اومده محمد وارث منیبی که شرکش و کفرش رو به صدای خودش گذاشته دفاع نمیکرد. این قومگراها هستند، یک عده قومگراها، ملتگراها هستند که افغان مشرک باشد میگه این افغانی من است. قبیله گرا، بعض تاجیکای انا همچنین از تاجیکستان قبیله گرا است، میگه مشرک باشد تاجیک است، ملای من همه زور است. ما اهل توحید از این چیز بیزار است. بی آدابی، بی اخلاقی، کبر در همون انسان ها دیده میشد که میبرند رو بر روی حق میایستند. کبر چی است؟ کسی که ما را متکبر میگد به خاطر رد زدن به کفار مشرکین، کسی که متکبر میگد به خاطر اینکه سخت میگن در مسئله کفار مشرکین، در مسئله توحید، اینها کبر اولی نفهمیدن. کبر بطر الحق و غمت الناس. کبر حق قبول نکردن است، اهل حق نظر نگیری کردن است. نه این است کبر.
کبر معناش پیامبر گفتن بطل الحق و غمتون الناس. حق قبول نکردن، اهل حق قبول نکردن، مردم نظر نوگیری کردن اهل حق. انا این است کبر. کدام است؟ کدام کبر گپ میزنی؟ مگر الله نگفت جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم؟ مگر این استادی که شما دعوای استادی میکنید محمد وارث منیب منافق نیست؟ شب و روز گپ میزنیم، شب و روز شدیداً معامله میکنیم. والله بالله تالله از این منهجمون دست نمیبرداریم. همچنین بودیم، هستیم و میمونیم. ما در رو بروی مشرکین، منافقین، رافضه، بالاخره بر همه مرتدین مثل کو شدیداً باذن الله با فضل و کرم الله میایستیم. الله مرا خودش از فتنه ها نگه میدارد و حسن خاتمه نصیب بکنه. اینا میخوان که کفر کنند، نفاق کنند، ما با اینها خوب معامله بکنیم. اینها میخوان مشرکین استاد بگویند، منافقین فقط بکنند، ما اینها را برادر بگوییم. شما برادر ما نیستید. مشرکین که استاد میگید، مشرکین که دفاع میکنید، شما برادر مشرکین هستید. و بعد از این سخنهای ابو محمد سعید الافغانی گفتنی هم که نصیحتی که شما کردید که در این منهج پایبند باشید، عقب نشینی ذلت است، عقب نشینی ضلالت است، حق است، والله حق است. برادرای خاصی که من دارم و ما بسیار صحبت میکنیم همشون میدونند که ما گشته و برگشته میگیم. بعد از این که این منهج بیان شد، عقب نشستن، یک ذره به عقب رفتن، یک ذره تنازل کردن غیر از کفر و ردت دیگر چیزی نیست. او به درجه دعوتگری آمدن، به درجه این میراثخوار انبیا و رسول شدن خیلی وزنین است. 10 سال تعلیم میگیری، باید فهمی، حفظ میکنی، مشقت دعوت میکنی، اذیت، اگر تنازل کردی رده، مرتد، خیلی وزمین است. ما فقط از الله کمک طلب میکنیم، فقط به الله پناه میبریم از فتنه. ما یک انسان های عاجز و ناتوان است. الله خودش کمکمان بکنه. اما مسئله دوم که بسیار برادران در این مسئله اشتباه دارند و برادر ما هم ابو محمد سعید الافغانی هم اشتباه رو امروز یک چند مرتبه گشته و برگشته تکرار کردن که ما کسی رو تزکیه نمیتیم. غلط است، غلط است. این از منهج اهل سنت نیست. شما هم در این باب غلط کردید. ما باید بگوییم، از این بعد ما به همه باید بگوییم. او حدیثی که شما میارید که به سوی کس تعریف کردن این خوک چاشیدن است. حدیث دوم را چرا نمیارید که انسان موحد حق رو حق گفتن فرض است؟ این تزکیه نیست. حال مردم، حال موحدین فرق بین تزکیه و بین حق رو حق گفتن نمیدونن. حالا موحدین فرق تزکیه و فرق موالات نمیدونن. دعوای توحیدی میکنیم برادر عزیزم. 3 مرتبه 4 مرتبه حالا گفتید که ما آدم پرست نیستیم، هیچ کسی رو تزکیه نمیکنیم. چرا این گپ رو گفتید؟ برای اینکه ابو محمد رو خوب گفتن من تزکیه نیست. نامعقول کردید به این گفتنتون برادر عزیزم. این کبر نیست. تعلیم بگیرید. تزکیه دیگر چیز است، موالات دیگر چیز است. حق گفتن فرض است. اهل حق گفتن فرض است، از اصول دین است، از ملت ابراهیم علیه السلام است. بدون این توحید ظاهر نمی شود. وقتی که باطل گفته باشیم بگید باطل، وقتی که حق گفته باشیم بگوید حق. در بین ایستادن نفاق است. تزکیه نمیدیم گفتن به اهل حق نفاق است. تزکیه به همون معنایی که ظاهرا حق گفتن، این واجبیت هر یک مسلمانی که فهمید است. امروز شما برآوردین تزکیه رو ما نمیتیم. این سخن محمد انصاری جماعه بنا موحدا را گمراه کرد در یک تزکیه دادن. این تزکیه که به معنای دفاع حق باشد، در وقتی که اهل حق و باطل جدا شدنی باشد. حق بگویی که اهل توحید بگویی، اهل شرک کفر بگویی. نفاق رده گفتن فرض است. هم اهل حق نمیدونم بگویی، هم اهل باطل نمیدونم بگویی. این نفاق است. این چگونه یک منهج جاهلانه دارد روز به روز منتشر میشه؟ ملاشم، عالمشم، شیخشم دیده ایستادیم، دفاع کرده نمیتونه، حق گفتن نمیتونه. ما هم آدم پرست نیستیم، به خاطر انسان نه، ما به خاطر الله به شما تعلیم میدیم. این مردم افغانستان به خاطر الله میگیم که ما علمایی که شما دارین حق هستند، ما میگیم حق هستند و اینا به خاطر الله میگیم. اونا ما میگویم نمیگم پروا نداریم. به مرده و به زنده حق است باید بگویم. این فرض است به گردن من، فرض است به گردن مسلمان طالبین. این از موالات است، این از
یک طرفه شدن توحید است. حق به مردم گفتن، اهل حق گفتن و باطل به اهل باطل گفتن. یقینا آشکارا واضحا تزکیه دادن اهل حق. این طلبات به مقتضای لا اله الا الله است. کی گفت که ما اهل حق تزکیه نمیدیم؟ کی گفت که اهل حق نمیگوییم؟ کنی دلیل از کجا است؟ این دلیل های شما مگر سلف صالح نگفتند که والله قال الحق؟ بعضی از سخن حق میشنیدم میگفتن قسم به الله که حق گفته است، قسم به الله که فلان عالمی که با همین منهج بود حق بود، حق وفات کرد. همچنین نگفت. 10 دقیقه گپ میزنید 50 بار ما تزکیه نمیتیم بگید. این مشکلی شماست برادر عزیزم. مشکلی شما برادری که نصیحت میکرد خود شما مشکلیتون دارید در باب تزکیه. نفهمیدید که تزکیه چی است. حدیثی که پیامبر گفتن که تعریف مسلمان در رویش این به مثل خوک چاشیدن است، خوک چاشیدن بهتر است، این کاری بد است، تعریف دیگر است. تعارف یک مسلمانی عادی رو که مسئله بین حق و باطل مبارزه نیست. همه مسلمانید، همه موحد، 10 نفر نشستید اینجا، هیچ کشمکش حق و باطل نرفته شده است. هیچ مبارزه بین حق و باطل نیست. اولیاء الرحمن با اولیاء الشیطان جنگ ندارند. احتیاج کسی رو به حق گفتن و باطل گفتن نیست. موحدین نشستید، از درون موحدین یک موحدین رو بدون ضرورت، بدون حاجت، بدون مصلحت، بدون مبارزه حق و باطل برای دفاع حق هم نه، هم برای خودش لفظ زدن میگیرید، تعریف کردن میگیرید. انا این بد است. اما وقتی که اهل سنت غریب شد، اما وقتی که اهل توحید غریب شد، اما وقتی که اهل توحید رو، طالب علم رو غریب کردند و طعنه زدند و هم تهمت و تحقیر و طعنه رو به بالاش برآوردند، باطل گفتند، تو حق رو فهمیدی، دانستی، دیدی که منهجش همون منهجت است، همون قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. اینجا آمده حق رو حق گفتن. کی گفت که این تعریف است؟ کی گفت که این تعریف است؟ و کی گفت که اون حدیثی که خودت آوردی به همین باب است؟ این تعریف نیست. این واجبات دینی است. این تعریف نیست. این موالات است. این تعریف نیست. این نصرت دادن اهل توحید است. این تعریف نیست. این گفتن حق گفتن حق است. این موالات است. لیکن افسوس که برادران ما از توحید، از فهم توحید، تطبیق توحید ضعیف هستند. امروز نصرت دادن توحید را، نصرت دادن اهل توحید را تعریف کردن می شمارند. برای همین بسیاری این برادرهایی که توحید میفهمند، بسیاری برادران ما، طالب ما و غیر طالب ما میدانند که ما حق میگیم، اما برآمده یک بار نمیگن که انمین برادری ما حق است. چرا؟ برای آنکه عقیده باطل دارند. حق را حق گفتن را، اهل حق را حق گفتن را، اهل حق را دعای خیر کردن و جزاک الله خیر گفتن و ای مردم این حق است گفتن را که دل مردم را واضح میکند، بگویم دل مردم را میکشاید، سبب شرح قلب مردم به سوی حق میشود، مائل شدن اونها به سوی قلب، به سوی حق میشود، شبهات از بین میرود. انمین سخن را گفتنش را تعریف میشمارند و اون حدیث را میآورند نیست میگن. در کجا پیامبر حق گفتن را تعریف گفت؟ امروز منزلتی که ما داریم، مکانی که ما داریم، حالتی که ما داریم، آیا در این مبارزه که ما به مشرکین و کفار و منافقین داریم کسی بیاد ما را حق بگوید همین تعریف است؟ یا جانبداری از حق است؟ آیا همین تزکیه هست؟ حق به دو چشمی الله داده که دیده ایستاده، به دو گوش شنیده ایستاده، قرآن و سنت دیده ایستاده که حق 100% حق است. حق گفتن مگر این تزکیه کردن یک شخص است؟ الله شما را ببخشد. در حق در بالای اهل حق ظلم میکنید. این سخنهای شما رو مردم عامه شاید نفهمد که شما چی میگید، لیکن این سخنهای شما به قلب ما به مانند سوزن زدن و شمشیر زدن است. والله خیرخواهی بعض برادران ما قتل ما هست. والله نصرت دادن بعض برادران ما این شمشیر زدن به قلب ما هست. والله بعض برادران صحبت میکنند، از هر یک جمله اونها قلبی بنده میلرزد. افسوس، صد افسوس. نصرت دادن توحید، حق گفتن حق، باطل گفتن باطل، اهل حق گفتن اهل حق، جانب داری کردن از حق،
یک طرفه شدن این را موالات اصل دین را آدم پرستی نامیدند، کفر نامیدند. موالات که اصل دین است کفر نامیدند و این عقیده کفری خودشون به همین عقیده کفر میشن. این عقیده ساخته طاغوت هاست، این عقیده و منهج ساخته جهمی هاست. اینا نمیخواهند که درگیر طالب علم علمای اهل سنت مردم جمع شود. برای چی؟ برای که همین طالب علم علمای اهل سنت است که مردم را به توحید و به انقلاب و طاغوت شکنی میبرد. برای همین منهج این باطل را به واسطه جهمی منتشر کرده که نه حق گفتن آدم پرستی است، تعریف کردن است. ای وای ای وای، خودداری میکنم از دوام سخن. قلبم میسوزد از سخنهای شما، قلبم میسوزد که چرا نمیفهمید. دعوای توحید میکنید، چرا اصل دین موالات را، چرا دفاع حق اصل دین است، چرا یک جانبه شدن که اهل حق شدن و اهل حق گفتن که اصل دین است بردید به اون حدیثی که تعریف و تعارف در حالت غیر مبارزوی، نه در حق، در مسئله حق و باطل، در مسئله نشستی هم تو عادی. اما افسوس به این حدیث بسیاری این برادرها به این حدیث عمل نمیکنند. من خودم میبینم بسیار به برادرها میشنیم میبینیم در حالت ضروری سخنی که باید بگویند، جانبداری که از حق باید بکنند نمیکنند، این را تعریف میدانند. اما در وقت روبرو نشستند چنان در روی تعریف میکنند که نباید کنند. انسان شرم میدارد. والله تعریفی که این تعریف است، این دفاع از حق نیست. تعریفی که این از تعریف غلو است، نه از موالات است. تعریفی که احتیاج ندارد، حاجت طلب نمیکند. تعریفی که به خاطر قرآن و سنت یعنی همچون دفاع نیست، اون معلوم است و ما خودمو بیزار از این تعریف هستیم. ما خودمو میداریم برادر، خاموش شو، خاموش شو. ما بیزار از تعریف هستیم. مدح کسی والله ما را زیاده نمی کند، به بالا نمی برد. طعنه کسی والله، تهمت کسی ما را به پایین نمی برد. طعنه کردید، مدح کردید، در هر دو حالت هم ما همچو بودیم که هستیم. احتیاج به تعریف نداریم، لیکن احتیاج به موالات برادران داریم، احتیاج به موالات موحدین داریم. والله بالله تالله احتیاج داریم به موحدین، به موالات موحدین، به نصرت برادران موحدین، به نصرت طالب علمان و علما. اهل حق احتیاج دارد، این حق احتیاج دارد. از گوشکی قطع شده خاطر بکشید بندش کن. سخنهایی که برادر ابو محمد سعید الافغانی گفتند قبول داریم، یگان مشکلی ندارد، ولی که اون جایی که خطاگی بود و اون جایی که نباید این چنین معامله کرده شود من بیان کردم. این عرف عادتی که در بین بسیار مردم به وجود آمده است که دفاع کردن حق را این را تعریف کردن میدانند، دفاع کردن اهل حق را تعریف کردن میدانند، نصرت دادن اهل حق را، نصرت دادن اهل حق همین نصرت دادن حق است. امروز حق را کی پیش میبرد؟ ما طالب علمان اهل سنت هستیم یا نیستیم؟ بله ما هستیم. اگر ما نابود از بدون دفاع مانیم و غریب شویم و نابود شویم و سکوت کردیم، حق هم همراه ما خاموش میشه مدتی شاید. بله، پس حق رو کسی دفاع کردن خواهد، طالب علم رو طالب علم گفتن، اهل سنت رو اهل سنت گفتن، مگر همین دفاع نیست؟ مگر همین منهج سلف نبود؟ لیکن افسوس امروز جهمی ها اینقدر منهجشون رو منتشر کردن که برادران موحد ما از حق را حق گفتن، نه از اهل حق را اهل حق گفتن میترسن. این آدم پرستی فکر می. همین است که شما اولی در زیر تاثیر جهمی است. لیکن الحمدلله برادرای موحدی صادقین مخلصین زیاد هستند، میدونیم که همه این مسائل را میدونند. کسی هست نیست، کسی میگوید نمیگوید، با وجود این ما راست ثابت قدم به اذن الله و با فضل کریم الله میرویم. ولی این یک نصیحتی به شما بود، این یک نه فقط به این یک تنها برادر، به همه شما برادران خواهران بود. این یک
قاعده جاهلانه را بس بکنید. این طرز و این نمودی جمله سازی و عباره بندی که در درون سخنتون 100 بار تزکیه نمیدیم برادر، موضع تزکیه دادن نیست، موضع دفاع حق است. موضع را فهمیده صحبت بکنید. و بعد از این دومین نقطه، بسیاری ها از ما میخواهند که ما در همه حالت خیلی هم ملایم و من نمیدونم بله جان من خوش آمدی، تبری تو بر بالای سری من، گوش و بینی مرا بشکن و ببر، هر چی کردی بکن که من از تو راضیم، بیزن لگت کوب بکن. این چی است این احمقی این جهالت؟ نه والله هرگز از ما این چنین چیز رو نمیبینی. الجزاء من جنس العمل، چگونه که معامله کردی بر تو همچنین معامله خواهم کرد. من و برادران موحدی ما که احمق نیستیم، بی عقل نیستیم. ما اینجا نآمدیم که خود را به شما غلام بکنیم و بعد از این شما را عبادت کننده خود بکنیم. ما اینجا نآمدیم که به واسطه قرآن و سنت خودم را به تو شیرین بکنم و از بالای تو زندگی بکنم. والله رضاگی یگان نفر از انسان ها رو طلب نکردم و نمیکنم. امروز هر کسی از شما بخواید، اگر همین سخنی من به شما بازبینی بکرد، روید از اینجا، رفتید مرا ترک کردید، ذره پروا بکنم. والله غیر از رضاگی الله چیزی نیست. هر کسی خفه می شود خفه بشود، ناراضی می شود ناراضی بشود. شاء من شاء ابا من ابا، رضی من رضی ابا من ابا. خواستگی میخواد نخواستگی نه، رضا مشتگی میرضا، رضا نمشتگی نه. هر کسی آمد و خودش موحد گفت و منافقین با لهجی با تند به ما معامله کرد، منافقانه معامله کرد، دفاع از منافقین کرد، جزای سنگین، لفظای سنگین، شدیدترین معامله را از ما انتظار شود. هر چی میخواهد بگوید. بس است این زمان آدم پرستی. آدم پرست شما هستید که گمراه شده ها را باز هدایت شده میگید. آدم پرست شما هستید که کفر و شرکی شیخ ضال مشرکتان را در اساس قرآن و سنت اثبات کردیم، باز اونا استاد میگید. دل شما سوخت، جگر شما قومگرای ها سوخت. وقتی که از قوم شما بوده را زدیم، شما میگید اینا متکبر فقط خودش میخواد. و این شیخ کفر کرده ایستاد است. بله، این توحید ما امروز نگفتیم. توحید در هر یک وقت و زمان علمایی بودن که گفتند. هر یک این علما رو الله رحمت بکنه. لیکن فراموش نکنیم که الفطرت فترات. این یک سنت کونی الله هست که فطرت رو فترات قرار داده. فتره وجود دارد در هر یک دور و زمانی. یک منطقه شاید عالم داشته باشد، منطقه دیگر عالم ندارد. یک منطقه یک وقت پیشروی ترین اسلام در این است، بعد از چند صد سالها این منطقه جاهل ترین مردمش نشون است. خراسان، در جمله به این خراسان افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان و بالاخره قرین و ازبکنا و تاجیکستان، تاجیکا اساس در اون وقت بود. دولت سامانیان مرکزش بخارا و سمرقند. از همه عالم ترین بسیار محدثین از این منطقه، بردارنده اهل سنت و الجماعت از این منطقه. لیکن روزی از روزها شد این منطقه به ملحدین مبدل گشتند. ملحدین در اینجا حکم فرما شدند. فرزندان مسلمان از دست ملحد تربیت گرفته ملحد شدند. 70 سال در زیر مستملکه ملحدین بودند. این منطقه جاهلیت شد. این منطقه دوباره به اصل کفر شرک بازگشت. این منطقه به جای رسید که لا اله الا الله رو مردمش گفته نمیتواند. از درون این مرده ها، از درون این انسان ها، الله سبحانه و تعالی با امت را زنده کرد. از مرده زنده را زنده کرد. از مرده زنده را. و با یک عذاب و مشقت و سنگینی و وزنینی ها به خون جگر ما این دعوت ادامه دادیم. بعضی ها میخواهند که ما به خاطر روی خاطر اونها بیایم منهج دیگه بکنیم. نه والله، ما بسیار چیزهایی بود که روی خاطر او را نکردیم. دیگر چیزی نموند که ما روی خاطر بکنیم. ما روی خاطر پدر و مادر خود نکردیم. باید به پدر و مادر خود خدمت میکردیم. باید همراه پدر و مادر خود میشدیم. لیکن به خاطر ان همین دعوت، به خاطر ان همین دین 10 سال است، نمیدونم 15 سال است که در
نزد پدر مادر خود نرفتیم. زیاد سال است که ندیدیم پدر مادر خود رو. ما هم دوست داریم، لیکن به خاطر توحید از این قبیله و قوم و قومگرایی و خیشبازی و حتی دیدار پدر مادر خود را ترک کردیم. ما تا امروز نمیگفتیم، لیکن حالا گویم هم ضرر ندارد. بعضی ها یک مینالن که از خانه جدا شدیم، از خانه برآمدیم. بله برادرم، شما فکر میکنید که ما از خانه نبرآمدیم؟ شما فکر میکنید که ما چند سال است که در خانه کی هستیم؟ شما فکر میکنید که ما در یگان جا تکیه داریم میکنیم؟ انتقال ما رو، حرکت ما رو فقط نگفتیم، فقط ننالیدیم، فقط از این کارمان منت نکردیم، فقط رضایت الله هم میخوایم. شما بعد از این میآیند به سر ما میگن کبر کرد. اون چیزی که یک طالب علم اهل سنت میفهمد میفهمیدی، اون مصلحه و مفسده که اهل طالب علم میفهمد میفهمیدی، اون عقیده باطله که استاد شیخ ضال مشرک تو منتشر میکند ضررش و عاقبتش رو چنانه که طالب علم میفهمد میفهمیدی، هرگز این سخن جاهلیتت رو نمیگفتی. تفریقه را چگونه که فتنه را چگونه که یک طالب علم میبیند میدیدی، پراکنده شوی برادرها را به 100 قسم میدیدی، اونها را برای جمع کردن خون جگر میشدی، از من شدیدتر، از من غلیظتر، از من سختتر میشدی. برای همین الله گفت و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الكافرین. اگر یک ایده این از شما این مسلمان ها این دعوتگرا از حق روی گرداند، بریده واقع شود، هیچ ضرری به هیچ کسی نه بجز نفس خودش ضرر نکرده است. بله معنای ریده به کی است؟ ضرر به خودش است. الله سبحانه و تعالی به جای تو مرتد شده یک قوم دیگر میآورد، از پشت دیگر انسان های میآورد، جوان ها را میآورد. تو تنازل کردی، تو به خاطر رضای مردم مرتد شدی، شرمنده و این دنیا آخره شدی. الله یک قوم میآورد که اونها الله دوست می‌دارند، الله هم اونها را دوست می‌دارد. خاکسار و متواضع بر مؤمنین هستند، سخت گیرنده به کفار و مشرکین است و به منافقین است. پس ملایم گرفتن و سخت گرفتن حالتهای خودش دارد، جایهای خودش دارد. از ما کسی که مطلق ملایم و مطلق رحم، مطلق مهربانی را می‌طلبد گمراه است. و این چنین از ما کسی مطلق شدت، مطلق غلظه را می‌طلبد، این هم گمراه است. حالتش است که غضبی که میکنیم مثل ما هیچ کسی غضبی شاید نکنه. حالتی است که مهربانی که میکنیم مثل ما کسی مهربانی شاید نکند. لیکن حالت دارد مهربانی، خاکساری، تواضع، شکستگی به یک مؤمن، به یک برادر ارزنده که زنده کننده دین است و عمل کننده بر توحید است، موحد است، نه به یک فتان فتنه‌گر. مگر امام مالک به سبب یک سوال دادن از مجلس کسی رو پیش نکردن؟ امام مالک مگر متکبر بودن؟ کسی از امام مالک سوال کرد که کیف استوا، چگونه استوا کرد؟ امام مالک گفتن که الاستواء معلوم و کیفیت مجهول و سوال عنه بدعه و خروج. استوا معلوم است گفتن در زبان عربی، کیفیتش مجهول است. سوال کردن این خیلی سوال ها، این چنین گپ زدن بدعت است گفتن و تو نکن از این مجلس نیست شو. امام مالک متکبر شدن. ما هم انا همچنین بعضی حالت میکنیم. کسانی که میان سوالهای بدعتی، سخنهای منافقی، دفاعهای نفاقانه میکنند، ما چیکار بکنیم؟ البته همچنین عمل به مانند امام مالک میکنیم و ما میدونیم که مصلحت چی است، مفسده چی است و کی سخنش به کجا میبرد. برای من خواهش میکنم برادر عزیزم، دفاع از حق میکرده باشین، انیق دقیق بکنین، 50 به 50 نیست به نیست شرط نه. دفاع نمیکرده باشین، نمیتوسته باشین، خاموش بیستین بهتر است از این که دفاع نادفاع، دفاع ناکامل،
نامعلوم و چی بودن این و آن، دفاعی که در درونش برعکس تحقیر است، از این کردن خاموش ایستادن بهتر. هیچ کس به دفاع شما احتیاج ندارد. والله اگر حق به دفاع چل دفاع احتیاج ندارد. اگر شما نکردید دیگرها میکنند، ما نکردیم دیگرها میکنند. شخصا من هم یک طالب علم اهل سنت نه به دفاع یگان نفر از برادر به خاطر خودم به نفسم میگم، نه به خاطر یگان طالب علم به مانند طالب علم محمد معرف راسخ عبدالظاهر دایی دیگر به یگان نفر احتیاج ندارم. والله برای چی؟ برای من فرق ندارد که کسی دارد دشنام میتد یا دفاع میکرد، فرق ندارد. من رضایت الله رو میکنم، اما من میدانم که از این طرف فرض میدانم که دفاع دادن حق است. عجیبش این است که دفاع دادن حق بدون دفاع کردن حق بدون دفاع کردن اهل حق ناممکن است. بله توحید حق است بگویی، اهل توحید را باطل است بگویی، این منافقی است. توحید را حق بگویی، اهل توحید را نمیدانم بگویی، این منافقی است. الله المستعان، الله المستعان. بالاخره همین بود که درد رنج شدید است. امروز ما اذیتی که میکشیم از همین باب اذیت سخت است. شخصا خودی بنده خیلی من از دست بسیار برادرانی که از این مسائل بیخبر هستند نمیفهمند صحبت میکنند، خیلی انمی سخنهایشون عاقبت سخنهایشون ما رو اذیت میترد که چرا نمیفهمند یا میفهمند و خود رو به نافهمین میزنند. چرا دعوا از توحید میکنند لیکن مسئله اصول دین، موالات، حق رو حق گفتن، اهل حق رو اهل حق گفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید چگونه راست گفته است دروغ گفت. سخن حق بگو. بله این دروغگو بود لیکن من حق گفته است بگو. لااقل اگر کسی دروغگو باشه. پیامبر ببین چگونه انصاف داشت. ابو هریره پاسبان بیت المال بود. یک مرتبه یک مرد اومد چیزی رو گرفتنی شد، چیز پرسی دادن، دومین مرتبه پرسی دادن، سومین مرتبه گرفتنی شد، دستشو گرفتن گفتن این بیت المال است، تو هر چیزی میخوای بگیری دو بار سه بار میوی، من پاسبان این بیت المال هستم. دستش گرفت گفت جور رفتیم به نزد رسول الله، من تو رو به نزد رسول الله میبرم. تو چگونه مرد هستی پیرمردی که تو میخوای گشته و برگشته از بیت المال پول بگیری؟ این پولی مسلمان ها است. او گفت من به تو یک دعای بهترین رو تعلیم میدم که اگر تو همین دعا رو کردی هرگز به تو شیطان نزدیکی کرده نمیتواند. مرا به عوض این آزاد کن. ابو هریره موافق شد. او گفت این مرد گفت که پیش از خو رفتنت آیت الکرسی رو بخوان تا صبح به تو شیطان ضرر ندارد، هرگز به تو تأثیر کرده نمیتواند. ابو هریره رفتند، بله این مرد رو آزاد کردند. مرد رفت. ابو هریره رفتند به نزد کی؟ به نزد رسول الله. گفتند که یا رسول الله انا همچنین واقعه شد. رسول الله گفتند صدقك الكذوب و فی روایت کذاب او کاذب. به تو راست گفته است دروغگو. به تو راست گفته است. انا همون انسانی که به تو نگفت راست گفته است، این سخنش راست است. بله آیت الکرسی رو خونی به تو شیطان ضرر نمیکند از شب تا صبح. اما همین انسانی که تو برو به تو سخن راست گفته است دروغگوی کذاب است، همه جا دروغ میگه بسیار وقت. برای چی؟ برای که شیطان بود. شیطان به صورت انسان آمد، سخن راست گفت، به خاطر نجاتش رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدن که شیطان این سخن را گفت، نگفتن که کذاب است، سخن حقش حق گفتن که شیطان در انا همینجا سخن حق گفت، لیکن شیطان کذاب است. مسئله حق گفتن، اهل حق گفتن خیلی مسئله بزرگ است. حتی شیطان حق گفتن که شیطان در اینجا حق گفت. حق از کسی باشد قبول میشود، حق از کسی گفته شد حق گفته میشود. خیر بالاخره بخیر است ان شاء الله. الله شما را حفظ بکند برادر عزیزم. الله برکتتون بده. ان شاء الله در دعا باشید که الله ثابت قدم ما را نگاه بدارد و دعا میکنیم که الله ما را ثابت قدم نگاه بدارد و حسن خاتمه را نصیب بکند و از ریا، کبر، اخلاق های بد
و دیگر از امتحانهای شدیدش به الله پناه میبریم نجاتمون بده از مکر مکاران از فتنه فتنگران به الله دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را حفظ بکنه انا همین بود السلام برادر علیکم. عزیزم و علیکم السلام و رحمت الله السلام استاد علیکم و رحمت بزرگوار، الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی ما را حفظ بکنه. واقعا ما سخت اشتباه کردیم، در شک نیست. ما حدیث صحیح ندانستیم، منظور حدیث اشتباه کردیم دقیقا و راست میگن. ما در اینجا سخت خطا شدیم، الله ما را حفظ بکنه. دقیقا زمانی که یک انسان حق را میگن، در حدیث هم میگه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی که کسی یک شخصی که حقگو هست ولی او را ملامت میکنه به کذب و چیزا، او را نسبت میتن، وقتی که از پیشش در مجلس دفاع بکنه یک شخص، الله سبحانه و تعالی دو فرشته را برشان مقرر میکنه که وجود دیر نمیمونه که آتش جهنم لمسش بکنه. دقیقا ما اشتباه کردیم و از اشتباه خدا پی بردیم و از الله سبحانه و تعالی میخوایم که ما را عفو بکنه. باید این یک موالاتی است که ما باید با مؤمنین داشته باشیم. زمانی که بر توحید مستحکم میماند و به طرف توحید دعوت میتن، ما بگیم که حق گفت و خودش هم حق است، منهجش حق است، باید از پیشش دفاع بکنیم. جزاکم الله خیرا. این حیاک الله خدمت برادر الله. عزیزم به این تواضع شما گپای شما به قلب ما چنگ زد، قبول کردیم، ما اشتباه الله کردیم. حفظم بکند من در برادر عزیزم مقابل الله شما حفظم بکند به خاطر چی من این مسئله رو حال و در بین مردم باز کردم؟ برای اینکه از سوال یا از این صحبت شما مردم یک منهج رو آموختن. اگر من خاموش میشدم همچین یک منهج باقی میموند. برای همین بین تعارف و تعریف و بین دفاع حق و اهل حق ما باید فرق بگذاریم. اگر مسئله حق باطل نمیبود، امروز سخنی که ما میگم در قرآن، سخن قرآن رو میگم، سخن سنت رو میگم، به خاطر همین قرآن و سنت مرا یا طعنه یا دشنام و این آن میکنه. در این وقت قرآن و سنت رو دفاع باید کرده شود و کسی که قرآن و سنت رو گفت بله همین انسان در همین موضوع حق گفت باید گفته شود. دقیقا و نه فقط این به من، این منهج است، این منهج است. اما در مسئله تعریف چی است؟ تعریف یک انسان رو بدون حجت نه دفاع چیزی دیگر است. دفاع نه، تعریف یعنی نه دفاع دارید نه چیز، تعریف میکرد از او، از شکل او، از نشست او، از تبسم او، از این آن او که احتیاج به هیچ حق نه. این تعریف شما به حق ربطی نداره. بالاخره برادرهای نفهمند و این مصیبت در بین برادر ما هم وجود داره. والله برادر ابو محمد سعید الافغانی یکی از یراقها، یکی از شمشیرهای سختترین جهمی انمین راه است. والله به همین شمشیر شبهه، انمین شبهه شون نومش من شمشیر گفتم، به همین شمشیر شیطان چقدر موحدین گمراه کرد، لقب آدم پرستی ماند. والله چرا بسیارتر ما شدیداً با دل جگری سوخته صحبت میکنیم. یک دو ماه پیش یک مشکلی سختی که در بین برادران 4-5 منافقین انداخته بودند، یک به نهایت تفریقه شدید در بین موحدین به انا همین شبهه به وجود آمد. برادرها یک جهمی را گفتن که تو غلط میکنی، تو خطا هستی. او گفت که پس کی حق است؟ گفت خیر ابو محمد مدنی در همین موضوع سخنی حق میگه. گفت تو شما آدم پرست است، فقط ابو محمد میگه. این برادرها که والله الان خودشون ضعیف بودن، لرز و لرز یک نفر دو نفرش اعوذ بالله به نفاق و به کفر رفتن به نزدیک شد. ما کنه نمیگیم که رفت یا نرفت، تفریقه به وجود آمد. اگر ما به یک شبهه ما در میدان نیستیم، در گرسنگی نیستیم، در یک حالت وزنی نیستیم، همه در خانهش یانباش است، تکیه است، غذا خورده، لباس های تازه، کیف و لذت دارد. در همین وقت ما به یک شبهه از همدیگر اگر دفاع کردن و جدا کردن باشد، روز شود که کفار برده همه ما را مثل که پیامبر را در دامنه کوه محکم کرده بود محکم بکن. غذا نداری که بخوری، در شکمت سنگ بسته ای، خراب و استخوان ها میتابد، چهره خاکالود است، آب نداری که غسل بکنی، دندانات غلطیده و ریخته، به جای نون خاک و برگ میخوری. در این حالت ما موحدین به همدیگر چگونه معامله میکنیم؟ والله اعلم. در این حالت من میگم به سر طالب علم سنگ میزنند. موحدین طالب علمشون رو، موحدین علمایشون رو به سنگ زده میکشند.
میگن که تو بودی که ما را اینجا آوردی، انا تو بودی. برای که وقتی که به همین وادی گرسنگی، وادی امتحان رفتند، بعد از این وادی شکم گرسنه نشستید، به شما شبهه می بیاید. از بالای سرتون هواپیما به شما کتاب میپرتد، نامه ها میپرتد که ای مردم، شما رو انمین طالب علم گمراه کرد، انمین طالب علم از شما آدم پرست هستید، به خاطر ان همین انسان شما گرسنه ایستادید، شما کافر مشرک آدم پرست هستید. میگن هم گرسنه اید، هم تشنه اید، از دنیا دست کشیدید، با شما رو مشرک میگه. چیکار میکرد؟ من باوری نمیگم، خیر والله علم. من همین قدر فکر میکردم که مسلمین هم دیگری رو میکشند. امروز غلبه مشرکین در بالای موحدین نمین یک شبهه است، شما آدم پرستید میگه. به همین یک شبهه نمیخواد که حق باید دفاع کرده شد. در نزد عالم طالب علم اهل سنت مردم باید کاملانه صادقانه در اساس قرآن و سنت شدیدانه باید بیست، مثل کوه باید بیست. این مهم است. دقیقا بارک الله. واقعا فیک بارک الله. دقیقا استاد بزرگوار دقیق فرمودین. ما رو الله عفو بکنه. ما واقعا اشتباه کردیم و اعلان میکنیم که اشتباه کردیم و هر انسان مشکل نداره، اعلان هم حجت نداره، اش- لیکن بالاخره به برادران نصیحت بکنید. در همین موضوع مشکلی برادران موحدی ما همینجا است. مشکلی برادران موحدی ما همینجا است. جزاكم الله الله خيرا. بیفرماید. بارک جزاكم الله الله فیک. ورحمة الله حیاک فيك. الله. بارك الله فيك. حیاک بارك الله. الله شما خیر کنه. واقعا حیاک الله. الله ما رحمت کنه. دیگه در حق ما هم دعاگو بوده باشیم استاد بزرگوار الله که الله یتوکل برادر. بیشتر بر ما فقاهت قرآن و سنت نصیبمون بگردانه که ما امین واقعا امین. بارک الله فیک. بفهمیم که قرآن و سنت بیان بکنیم و از علمای خود دفاع بکنیم. جزاكم الله خیرا. السلام علیکم و بارک رحمت الله الله فیک. یک حدیث دیگر نگفته نماند در مقابل حدیث تعارف. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که این حدیث رو گفتن، صحابه سوال کردند که ای رسول الله، وقتی که یکی از ما سخنی مثلا کاری خیری رو کردیم، مردم به ما رحمت میگویند، مردم تشکر میگویند، مردم ما رو مثلا انا همه خیلی به مانند تعریف کار میکنند، این چی است؟ پیامبر گفتند بشرا نعم المؤمن. دو حدیث در این موضوع است. یکیش به پیامبر گفتند که این بشارت از جانب الله، یعنی یک مسلمان کاری خیر کند، کاری نیکی کند، این برادر جزاک الله خیر، بارک الله فیک، احسن، اینو آن گفتن، این به تعریف داخل نمیشه. تعریف در عوضی چی است؟ به عوض. تعریف یک خوب گفتن انسان به عوض است. یعنی چی؟ یک انسان یک کاری خوبی رو نکرد، یک انسان در یگان حالت خوبی نیست، خود هیچ کاری نکرد لیکن شما رو داره تعریف میکنه، انا این مذموم است. اما یک انسان کاری خوب رو کرد، این رو جزاک الله خیر گفتن و این تشکر کردن، این بارک احسان، بهترین، اینو آن گفتن. پیامبر گفتن که بشرا نعم المؤمن، این بشارت است از جانب الله برای مؤمن، این یک نعمت الله هست گفتن براش. و پیامبر در حدیث دیگر گفتن که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. هر کسی که انسان به شکر نمیکند، کار نیکی خیری انسان کردگی به شکر نمیکند، خیری کردگی او را خیر نمیگد، رحمت نمیگد و نمیداند قدرش، هرگز قدر الله نمیداند. قدردان شدن لازم است و قدردان شدن به یک انسان، رحمت گفتن، دعای خیر کردن. حالا ما دفاع را گپ نزدیم، این دفاع موالات این اصل دین است. ما درباره کاری خیر یک انسان گپ زدیم. یک انسانی که در بین موحدین به یک کاری خیر سبب می شود، در نصرت باشد، خود در یک کاری دیگر، ما باید این قدردانی بکنیم. ما باید به این بگیم که جزاک الله خیر، این تعریف کنیم، این گمراه میشد نگوییم. تعریف باید فهمیم که تعریف به عوض است. تعریف یگان کاری خیر نکرده را تعریف بکن، لیکن ما باید انسان‌های کرده را خوب بگوییم، به انسان‌های کرده قدردانی کنیم، تشکر بگوییم که اولا خودمون شکرگزار باشیم، ثانیاً دیگر انسان‌ها هم به اینها اقتدا کنند. بارک الله فیک. بالاخره در این مسئله حدیث‌ها جمع باید کرده شود و در این مسئله علما حتی رساله نوشتند، رساله ها، کتاب ها نوشته شده است، کوتاه خیر است ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني وعليكم أحبك السلام. في الله وصدق الدرجة. احبك الله الذي احبنا فيك. بارك الله فيك.